درود خدمت یکایک شما عزیزان، به نام خداوند جان و خرد. وقت تعیین شده و ما باید زود صحبت بکنیم. اگر من حرفهای زیادی داشتم، اول بگذارید از قانون سراسری تاجیکان در لندن بازگزاری ویژه بکنم که همیشه به این مسائل و به این مسئله ها توجه جدی داشته و با برنامه ها و با کارهایی که در حوزه گسترش زبان و فرهنگ انجام دادن قطعا قابل تقدیر و ستایش هستم و از همه دستاندرکارانشان صمیمانه سپاسگزاری میکنم. اگر بحث بر سر زبان فارسی است، در 5 دقیقه حتی نمیتوانیم روی این که چی کاری انجام بدیم و چی چالشی بر پیش روی زبان فارسی امروز نهاده شده حتی به مقدمهش هم نمیرسیم. ولی با توجه به شرایط و با توجه به محدودیت هایی که وجود دارد، من کوتاه عرایزم را خدمت شما مطرح میکنم و در آخرم یک شیء خدمت همه دوستان حاضر در این تالار تقدیم میکنم. همه ما در شرایط امروز با یک پرسش بسیار جدی مواجه هستیم. اینکه بر زبان چی گذشته تا امروز یک بحثی است که متعلق به تاریخ است. اینکه این زبان در شرایط حال و در شرایط امروز که من در حضور شما حرف میزنم به چی نیاز داره، سوال اساسی ما همین است. فارسی از بستر معرفت فرهنگی جامعه افغانستان در غیابت و غیبت به سر می‌برد و این دقیقاً یک بار دیگر هم 21 سال پیش اتفاق. جامعه‌ای که تولید کار فرهنگی نداشته باشد، جامعه‌ای که در فقدان تولید کار ادبی قرار بگیرد، سرنوشتش از همین امر میتواند مشخص که در آینده برنامه چیست و اینها چی میخواد. متاسفانه سیاستگذاری های حکومت های فارسی، حکومت هایی که در محور این جغرافیا قرار دارند، بنابر درگیری های داخلیشان همیشه معطوف و متمرکز بر امور سیاسی و دیپلماسی و منافع. اگر ما فکر بکنیم که به زبان در جامعه ایران امروز یا توجه ویژه میشه، اشتباه میکنیم. اگر ما فکر بکنیم که زبان در جغرافیای دیگر غیر از افغانستان حال روزی داره، اشتباه میکنیم. من چون به تجربه میگم، هیچ حاکمیتی، هیچ حکومتی، هیچ ساختاری، هیچ سازمانی راجع به این که مسئله فرهنگی را اهمیت بگذاره وجود ندارد. اگر هستم در شعارها و در حرفها و در عکسهای پوچ و برابر، اما حضور و وجود مراکز که در محور تفکرات فرهنگی و فکری شکل بسیار میتونه استراتژیک باشه. چیست فرق شعر حافظ با سرود مولوی، مکتب هندی، عراقی و خراسانی یکیست؟ فرق شعر بیدل و اقبال و غالب در کجاست؟ کودکی و حضرت جامی و خاقانی یکیست. مرزها دیگر احساس دوری ما نیستند، ای برادر اصل ما را میدانی یکیست. تاجیکی یا فارسی یا خویش پنداری تری، این زبان فارسی را هر که میخوانی یکیست. با احترام به همه